واقعا داره ترند میشه. بریم توی کپکات بسازیم. چند تا ویدیوی هیجان انگیز نیاز داریم. البته شما میتونید از ویدیوهای خودتون استفاده کنید. یک ویدیو رو به عنوان قولاب وارد کپکات میکنیم. بعدش موزیک رو اضافه میکنیم، روی لایه موزیک ضربه میزنیم و گزینه اد بیت رو انتخاب میکنیم و نقطه های اوج موزیک و ضرب ها رو نشونه گذاری میکنیم. روی بیت دوم ویدیوی بعدیمون رو اضافه میکنیم، سازش رو فیکس میکنیم و میریم جلو تا سکانس مورد نظرمون کات میزنیم و بقیه‌شو پاک میکنیم. حالا لایه‌مون رو روی بیت دوم قرار میدیم. یه کپی ازش میگیریم و میاریم زیر همون لایه قبلی. بعد روی لایه اول ضربه میزنیم و گزینه ریموو بک‌گراند رو انتخاب میکنیم و گزینه کاستوم ریمووال رو میزنیم. سوژه‌مون رو براش میزنیم تا از بکش جدا بشه. حالا روی لایه بعدی ضربه میزنیم و تایمش رو تا بیت بعدی کم میکنیم. بعد روی گزینه ماسک میزنیم و رکتانگل رو انتخاب میکنیم. دقیقاً اول لایه یکی فریم میزنیم، میریم روی بیت بعدی و یکی فریم هم اینجا میزنیم. یه مقدار برمیگردیم عقب‌تر و مجدد یکی فریم میزنیم. حالا دقت کنید، مجدد میریم روی کی فریم بعدی که زده بودیم و سایز بک‌گراند رو یه مقدار بزرگتر میکنیم. روی دو تا بیت بعدی هم همین کارو انجام میدیم. روی بیت ششم ویدیو بعدی رو اضافه میکنیم، دقیقاً مشابه قبلی. یه کپی ازش میگیریم و میاریم زیر لایه قبل. حالا روی لایه قبلی میزنیم و گزینه ریموو بک‌گراند رو انتخاب میکنیم و سوژه‌مون رو براش میزنیم تا از بک‌گراندش جدا بشه. بعد لایه دوم رو تایمش رو میبریم روی بیت بعدی، روش ضربه میزنیم و گزینه ماسک رو انتخاب میکنیم و رکتانگل رو میزنیم. اول لایه یکی فریم میزنیم، میریم روی بیت بعد و یکی فریم هم اینجا میزنیم. برمیگردیم عقب، مجدد یکی فریم میزنیم که ثابت بمونه. دوباره میریم روی یکی فریم بعدی و اینجا کامل ماسکمون رو بزرگ میکنیم. روی بیت بعدی ویدیومون رو اضافه میکنیم، یه کپی ازش میگیریم، میاریم پایین، ریموو بک‌گراند انجام میدیم، دقیقاً مشابه قبلی. حالا روی لایه دوم میزنیم، گزینه ماسک رو انتخاب میکنیم و رکتانگل رو میزنیم. حالا سایزش رو کوچیک میکنیم که تیکه تیکه بتونیم اضافه کنیم. بعد از همون لایه دوم کپی میگیریم، میاریم پایین، روی بیت بعد میذاریمش، ماسک رو میزنیم و یه مقدار میاریمش جلوتر. روی سه تا بیت بعدی هم همین کارو دقیقاً انجام بدید و تمام.